عزیزای دلم، سلام، وقتتون بخیر باشه، حال دلتون خوب باشه. مهمترین چیز تو این روز و روزگار حال دل است که خوب باشه، جیباست که پرپول باشه. الهی هر دوتا این گزینا برای شما باشه. امروز یه فال خیلی مهم میخوام براتون بگم. دغدغه همیشگی ما خانوماست. میخوایم ببینیم که تو این رابطه آیا رقیب داریم یا خوددار. ببینیم کارت های تاروت ما به ما چی میگن. با ما همراه باشید، کانال رو سابسکرایب بزنید، زنگوله رو روشن کنید، به دوستانتون معرفی کنید. به نام خدای خوب و مهربونم. ببینید، رقیب متاسفانه حضور داره. دیدارهاشون هم بیشتر میتونه توی ماشین باشه. اگه بیرون هم دیگر رو ببینن، تو ماشین با هم دیدار دارن. ببینید، یک رابطه گرم و صمیمی رو داره نشون میده و اینکه یه اون حس ششمه به شما گفته یه خبرایی هست، خودتون یه بوهایی بردید به قول قدیمی ها و فوق العاده از دست کیس احساسیتون ناراحت هستید به خاطر این موضوع، چون که هرچی که بهش میگید اصلا قبول نمیکنه و این موضوع رو کاملا کتمان میکنه و شما دوست دارید که رابطتون بهتر بشه. ببین، یه مقدار بهشون آرامش بده، محبت کن تا ببینیم که خدا چی میخواد. چیزی که دارم میبینم اینه که توی این رابطه ایشون در نهایت طرف مقابل شما به یک بلا تکلیفی محض میرسه، چون اصلا این رابطه واقعا سرانجامی نداره. ایشون توی این رابطه بین زمین و آسمون معلق آویزون مونده، اصلا تکلیفش با خودش هم مشخص نیست. اینقدر یعنی بلا تکلیفی داره این رابطه و همش به چه کنم میرسه، گره میفته تو کارش، اصلا نمیتونه نه با اون شرایط اوکی داشته باشه، نه میتونه رفتار کردارشو پیش شما توجیه کنه. و چیزی که تاروت داره به ما میگه اینه که با یک مقدار صبوری از جانب شما، محبت از جانب شما، این رابطه به امید خدا در آینده نزدیک پوچ میشه و کیس احساسیشون دیگه کاملا به شما تعلق داره. عزیزای دل من، الهی که اصلا هیچ رقیبی هیچ وقت توی مسائل احساسی عاطفی در کار نباشه. خیلی سخته، حس واقعا بدی. فکر کنم بدترین حس دنیا همین حضور رقیب توی یک رابطه دو نفره عاشقانه خیلی زیباست. میدونید چیه؟ میگن هرچه که هستش از ماست. واقعا همین جوریه، خودمون به خودمون رحم نداریم. ازتون خواهش میکنم وارد زندگی اشخاص متأهل اصلا نشید تحت هیچ شرایطی. حتی اونهایی که میدونید کیس احساسی دارن، سعی نکنید بقاپید طرف مقابل رو. مطمئن باشید دنیا داره مکافات، این دنیا گرده. این موضوع یک روز برای خود شما هم پیش میاد و خیلی اذیت خواهید شد. در کل امیدوارم که هرگز پای رقیب عاطفی عشقی احساسی برای هیچ کس در میون نباشه. قربونتون برم. لطف کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید، لایک کنید، برامون کامنت بذارید، نظرات قشنگتون رو بهمون بگید. بهم بگید که دوست دارید از چه موضوعات بیشتر براتون بگم تا بتونم ویدیوهایی رو براتون آماده کنم که باب دلتون باشه، اون چیزهایی باشه که مد نظر شماست و میخواید بدونید.
یه چیزی دیگر هم بگم عزیزم، بدونید این فال که دارم میگم گروهیه. اگر فالی میخواید که خیلی کامل و دقیق باشه باید حتما فال شخصی انجام بدید، باعث مشخصات خودتون، مشخصات طرف مقابلتون. برای انجام فال شخصی میتونید به دایرکت اینستا یا آیدی تلگرام هم مراجعه کنید. در اسرع وقت پاسخگوی همه شما عزیزان هستم. یکایی که شما عزیزان را به خدای خوب مهربونم میسپارم. دوستتون دارم. هر جای دنیا که هستید در پناه خدای خوب مهربونم باشید. خدا نگهدار.